این چیه؟ صدا از اینجاست. کوکش کردم برای جمونگ. جمونگ حوصله دارینا. این ربطی به حوصله نداره، جزء تحقیقات ماست. در واقع جمونگ یکی از عادات مهم زمینی هست. من جمونگم تو تسو 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 چرا خاموشش کردی؟ بابا اعصاب منو خورد میکنه، نمیذاره ببینم. چقدر خودخواهی. خب روشنش کن دیگه، میخواد ببینه. تسو ببینی الهی، تسو ببینی الهی، تسو ببینی الهی. ببینم این چیه؟ عجب خوراکیه. شب میچسبه با جمونگ. به نظر من که این تسو هنوز از سوسانو خوشش میاد. عمرن من این که از دور جنازه جمونگ رنگ چی؟ بذاری ببینیم دیگه. خواهش کنم میشه ما عجب سریال باحالی ها. اون پسر جمونگه بخواد پادشاه بشه برادری نمیذاره. یه موقع برای من تسو بازی در نیاری ها. فرام من اینقدر جمون بریدم. چی میشه؟ و در خوابگاهش تحت محافظت شدید چی شده؟ فرام کمک! فرام! ایوان فرام کجاست؟ فرید نمیتونید فرمانده کمک کنید. هممون میمیریم. زنگه کدوم دیوونه است این موقع صبح زنگ میزنه؟ برو در با کن ببینم کدوم دیوونه است. کجا؟ کدوم احمقه سر ترک شدم. کیه؟ بله آبجی فرخنده سلام. شما خیلی خوش اومدین. عنایت خان خوبن؟ بله چرا تشریف نمیارین تو؟ ما آبجی باز میکنی یا خودم بشکنمش؟ بله چش الان باز میکنم. بفرمین تو، قدم تو سر چشم. آبجی اومده. من برم آماده شم. آبجیه؟ داداش فرخ فرید کوچیکه. خانوم یه ذره ملایم‌تر داد بزنین. داداش فرخ چیه؟ نمیدونم. اون پشتی زمینیه، این یکی نمیدونم چیه. شبیه اهالی سیاره متاترامیسونه. فرید کوچیکه. خانوم ستاره برو تحقیق کن ببین اینا کیان. به من چه؟ من که محقق نیستم، آنالیزورم. ستاره برو آنالیز کن ببین اینا کیان. ستاره از شنل نامری کننده مولکولی استفاده کن نبیننت. آخ جون من میمیرم برای شنل نامری کننده این مولکولی. آبجی فرخنده چقدر خوشحال کردی منو اومدی آبجی. حالت چطوره؟ چه سلامی چه علیکی. 1 ساعت ما پشت در وایسادیم. خدا فکر کردم زلزله آبجی اومد. فرخنده آبجی اومده. آبجی قربونت بره. چقدر با خوشبختی. داداشم خدا نکنه. خیلی خوشبختی. عنایت حالت فرخ چطوره؟ جان بودین برین در باز کنین. شب شد بپرین. خانوم تازه 5 صبح از کجا شب شد؟ مگه چی شده آبجی؟ چیه؟ چی شده؟ یادت رفته چیه یادم؟ یادت رفته که هر سال مرحوم خانم جون آقا جون این موقع برای سالگرد ازدواجشون نذری دادن. یادت رفته خانم جون هر سال همین موقع برای سالگرد ازدواجش آش رشته میداد. یادت رفته دیگه. یادت رفته. آبجی مگه میشه یادم بره؟ من هیچ وقت یادم نمیره. من همیشه یادم آش رشته خانم جون آقا جون سالگرد ازدواج. چرا شاخ داره آبجی دیدم دیگه. آبجی خب حالا ببینم آبجی امروز سالگرد کدومشونه؟ اون که به هم خورد یا اون که درست بعدیه؟ شد؟ ارواح خاک خانم جون آقا جون که ایشون کی باشه؟ دختر مستاجر جدیدمونه آبجی. شما منو میبینی؟ بله سلام ستاره خانم. بله چرا نه. سلام. سلام حال شما؟ ایشون هم ستاره خانم آبجی فرخنده خودمه. سلام عرض شد. بله ایشون هم شوهرشونه. اسم چی بود بگو؟
عنایت. من چرا اصلا اسمت یادم نمیمونه تو همینجوری میگم که شما مطمئنین منو میبینین یکم دقت کنین شاید نمیبینین. بله دیگه داریم میبینیم دیگه. چطور مگه؟ خیلی عجیبه. نه همشون دیوانه چه اینجوری میکنه؟ این چرا اینجوری بود؟ اینا تازه از سوئد اومدن هم چکم خارجی میزنن. آدمای خوبی ان این مملکت سوئد اصلا یه مملکت عجیب غریبیه. زن عزت آقا یادته؟ اونم سوئدی بود. همینطور راه میرفت به جای غذا خوردن و عین بزغال سبزی میخورد. یادته عنایت؟ بله بله. بودو معطل نکن. بودو عنایت. بله. آجی بیا بالا یه استراحتی نه خیلی وایسا ببینم. وایسا اینجا ببینم. تو چه جور برادری هستی؟ چه جور برادری هستی که یک دونه تلفن به من نمیزنی؟ خجالت نمیکشی از خودت؟ خدا گرفتارم آبجی گرفتارم. هزار تا بدبختی دارم چیه؟ این ریموتی در. چشم الان میرم ریموتو میارم. خب آبجی بیا بالا فرید آبجی بیا بالا. منو بگی من برم همسایه‌ها رو خبر کنم زور شد. هم الان میام. خانم شاید خواب باشند. برو بابا تو هم. ببخشید. خب الان دیده میشم؟ آره. الان چی؟ به میاد. عجیبه این تو سیاره خودمون خوب کار میکرد. خوب شد باش نرفتم پشت خطوط دشمن وگرنه تا حالا 10 دفعه تبخیر شده بودم. خیلی خوب اونو تا کن بذار یه جایی مشخص. دفعه قبل خیلی سخت پیداش کردیم. گزارش بده. از شیوه رفتارش به نظر میاد که فرماندهشون باشه. بهش میگفتن آبجی فرخنده. شاید گفته آبجی فرمانده. نمیدونم شاید مطمئن نیستم. مطمئن نیستی؟ ای خب وقتی آدم فکر میکنه نامردیه بعد میبینه نامرئی نیست یهو به هم میریزه دیگه. اتفاقا یه خاطره خیلی خوب دارم. من یه بار با همین شنله رفته بودم مأموریت. نه ببخشید اینجا جاش نیست. خب حالا این آبجی فرخنده اینجا چی میخواد؟ اومده برای انجام مأموریت سالگرد ازدواج مرحوم آقا جون و خانم جون. که یعنی چی؟ صبح بخیر 61 صبح خوب و با نشاطی را برای شما. نه بابا این تو گرم شه. من گفتم همین 61 اصلا برای مأموریت ما کافی نیست. باید مدل 65 می آوردیم. خوبه همون 61 بهتره. توضیح بده سالگرد ازدواج مرحوم خانم جون و آقا جون یعنی چی؟ من با دختر رئیس قبیله بانو یسویا ازدواج کردم و سولتکو کشتم تا انتقام پدر همسرمو ازش بگیرم. این همایش هزاران نفر از طرفداران محیط زیست با برگزاری تظاهراتی در شهر بن تعیین محدودیت‌های بیشتری را برای انتشار گازهای گلخانه‌ای خواستار شدند. بیا بازم مثل قدیم با هم دیگه بریم شما دلم گرفته راضیم به این خیالای محال. چی داره میگه؟ نمیدونم. کی آخرین بار اینو زد به شارژ؟ من. چطور؟ زدی به آنتن تلویزیون. خب حواستو جمع کن دیگه. دختر این نااه یه کار درست انجام نمیده. این چرا اینجوری حرف میزنی؟ نکنی تو واقعا فکر کردی مهمان منی؟ من به عنوان افسر امنیتی مجبورم این چیزا رو بهت گوشزد کنم. فکر کن ناهید مثلا مامانت بود. واقعا این اخلاق زمینی ها رو نمیفهمم که بچه‌شون رو خودشون بزرگ میکنن. بابا از موجوداتی که به جای کاشت بچه تو لوله آز باشه خودشون بچه به دنیا میارن چه طبقه. خیلی خوب کافیه. اونو بده به من بزنم تو برق. بریم پشت پنجره ببینیم دارن چی کار میکنن. هموطنان جان به امشب خوش آمدید. درو ببنده. بیا ببینم. سلام خانم. خوش اومدید. محبت کردید. بفرمایید. خیلی خوش اومدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم. اونا رو بذار اونجا.
اونجا نه عزیزم، اونجا نه، اینجا بذار اینجا. آها خیلی، اونم بذار خیلی ممنون. عنایت بله خانم، بله کجایی؟ هیچ معلومه کجایی؟ بابا اون سبزی رو از آقا مسعود بگی لنگ زور شد. لنگ زور کجا بود خانم؟ بابا داده اولیش بابا باش چکار کنم؟ بابا زور شد بجنبین دیگه. امه تو چرا قد سرخیز شدی؟ فدات میشم قربونت برم الهی. چرا قد لاغر شدی امه فدات میشه. مادری که غذا برای بچهش درست نکنه بچهش همینجوری میشه دیگه. صبر کن بریم الان یه صبحونه درست حسابی بهت بدم بخوری. امه صبحونه نمیخوام، میخوام آشم بزنم. آشم هم میزنیم. بعد از اینکه آش هم زدی میریم خونه غذا بخوریم. فدات میشم الهی بمیرم برات مادر. من میدونم بچه‌ای که پدر مادرش به فکرش نیست همینطوری نحیف و ضعیف میشه. آخه چیکار کنم خدا. داداش فرخ. بله آبجی بله. پس مستاجرات کو؟ دارن کمک میکنن دیگه. خب یه بار اونا رو صدا بزن بیا کمکت کنن دیگه. بابا مزاحم مستاجر باشه چشم. همینجور وایساده دستور میده. دیوونه اون کرد دیگه. اصلا چیه؟ آخ سالگرد ازدواج مراسمی است که 2 نفر آدم همه ساله درست در روز ازدواجشان برگزار می‌کنند و معنی آن این است که آن دو هنوز خوشحالند. مرحوم یعنی کسی که فوت کرده است. برای مرحوم سالگرد که نمیگیرند، سالمرگ میگیرند و معنی آن این است که هنوز از مرگ آن شخص ناراحتند. شاید گفتن سالمرگ. نه خیر، من با گوشه خودم شنیدم گفتن سالگرد ازدواج. خب شاید گفتن سالمرگ ازدواج. سالمرگ نمیدونی؟ سالمرگ ازدواج مراسمی است که 2 نفر آدم درست در روزی که ازدواجشان مرده است برگزار میکنند و معنی آن این است که آن 2 نفر هم خوشحالن هم ناراحتن. شاید گفتن بالگرد. بالگرد نمیدونی؟ بالگرد وسیله است که با آن پرواز میکنند. ظرفیت آن به طور متوسط 4 سرنشین است. بالمرگ چی؟ بالمرگ هم نمیدونی؟ بالمرگ وسیله است که با آن پرواز میکنن. ظرفیت آن به طور متوسط 4 سرنشین است ولی 100% سقوط میکنن. آروم باشی. ببخشید میتونم مزاحم بشم؟ سلام عرض کردم. میدونم بد موقع است ولی خودم هم خوابم میاد ولی گیر دادم. اتفاقی افتاده؟ نه هیچ اتفاقی نیفتاده. راستی فکر نکنی برای چارج اومدم و شما دادید. حقیقتش اینه که مرحوم آقا جون من مردن. خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. بله شب عروسیش یادش میاد، یعنی یادش میره که بیادش. یعنی چی یادش رفته؟ من چه میدونم خانوم، من که اون شب نبودم که، هنوز زاده ولد نشده بودم. حتما کار داشته، لابد سر شلوغ بوده. به هر حال دوباره هفته بعد درش عروسی میگیرن و اینی که قال قضیه رو میکنن. اینی که آبجی فرخنده من امروز صبح اومده. اینی که برای اون روز یعنی داره آشرشه میپزه همین الان. کدوم روز؟ عروسی اول یا دوم؟ والا درست نمیدونم، من خودم هم گیج شدم. حالا میپرسم برام. چه جالب، یعنی شما برای بالگرد عروسی نه هلیکوپتر نه، یعنی این رسم من در آبادی آبجی فرخنده منه که آشرشه میپزه. اینی که گیر داده که باید حتما همسایه هم باشه. هی میشه تشریف طرز تهیه آش رشته برای 6 نفر. سبزی آش 1 کیلوگرم، نخود و لوبیا هر کدام نیم کیلوگرم، رشته میفرمودین؟ بله میفرمیدم اگه میشه تا که پا تشریف بیارید یه آشو هم بزنید که این آبجی فرخنده من ناراحت نشه. هم بزنیم؟ بله هم بزنیم. آره همینجوری. هم زدیم؟ نه اینجا نه، اونجا تو حیاط. آره تو حیاط. یه 2 را بری کافیه. بیا بریم. اون دوباره صدا زد. اعصاب منو خورد کردیم. بریم دیگه. ببخشید فقط این سالمرگ مرحوم ازدواج یعنی چی؟ چی؟ سالگرد ازدواج مرحوم. یعنی سال مرگ بالگرد. آره بابا صدا زد. بریم دیگه، بریم اگه گیر نده. یه دور بزنید کافیه. بیا خانم بیا. بدو. هم بزن
باید خیلی خوب بشه. آره یکی هم عنایت یه همین بزن. حالا اونو هم بزن اول یه هم بزن بازی باشه من نگیره. نه واقعا چه آشی شده. خیلی آشیش عالی میشه. عنایت جوش اومده؟ آره جوش میاد. خب پس همش بزن قشنگ. آخه کندی دیگه چیکار میکنم جونه عمه فدات بشم عمه قربون دارم بشین پیش عمه عنایت یکم مراقبش باشم بزنه مراقب باشم قربونت برم مواظب باش فدات بشم مواظب باش فردا نکن دوش مواظب باش عمه دل عمه بازی جدید کامپیوتریمو دیدی؟ نه عمه کجا دیدم بابا فریدت برات خریده نه بابای من که یه پول تو جیبش نداره شهرام برام خریده شهرام کی عمه؟ اون که قراره با مامان ازدواج کنه چی گفتی؟ یه دفعه دیگه بگو اون که قراره با مامان ازدواج کنه غلط کرده کسی میخواد با مامان ازدواج کنه جیگرشو سرمه‌ای میکنم ببین تو رو خدا 2 روز که نیستم اصلا زوال زندگیشون اصلا در میاد و پاشیده میشه به هم خدا چی کار کنم آخه من چی کار کنم چیه؟ اون آبه؟ نپاشی رو کنی میگم نپاشی بابا این بچه چیه؟ بابا این بچه ماله چیه آخه؟ ببخشید میشه این بچه رو نگه داریم؟ حامد نکن حامد نکن هستش دیگه گاکون میخواد هم بذاره ببین هم بذاره بیا ببین هم بذاره نه اینجوری نه ببین اینو هم بذار اینو؟ آره اینجوری بگی هم بذار هم بذار من اومدم آره کرده هم بذار اینجا این جریان نسترن و شهرام چیه؟ فربود به من میگفت هیچی چیز مهمی نیست هیچی؟ چرت و پرت به من نگو با من درست حرف بزن بچشم چی؟ نسترن داره ازدواج میکنه آها الان کجا داری میری؟ فرید جان من میرم یک نسترن و شهرامی آتیش بزنم ببین چه کار میکنم بله راست سب کن این چه کاری میدل کنی؟ آخه به تو هم میگن مرد زنت داره شوهر میکنه اون وقت وایستادی همطور داری نگاه میکنی تو چقدر بیرگی فرخنده جون یه دقیقه اجازه بدین زن من کدومه 2 سال ما از هم دیگه جدا شدیم اون الان حق داره شوهر کنه همونجور که من حق دارم شوهر کنم یعنی زن بگیرم آره هر جوری که دلش میخواد میتونه زندگی کنه بابا همه چیز دنیا عوض شده بله قبلا یخبندان بوده دنیا اون وقت تو میخوای چه کار کنی؟ من چیکار باید بکنم بگه؟ همینطوری میخوای مثل آلوه وا رفته وایسی و نگاه کنی آره؟ نه خب باید چیکار بکنم؟ باید یه کاری بکنی باید رو دست اون پاشی باید هر چی زودتر زن بگیرم من اصلا امکان نداره من الان افسردم چرا دیگه افسردم دیگه بعد طلاق افسرده ببین شدم من اصلا این چیزا سرم نمیشه افسردگی اینا سرم نمیشه من همین امروز تو رو زنت میدم آقا فرید همین امروز
من یکی که بهش گفتم آخه یه جوری حرف میزنه خرس گنده با اون سنوسالش خجالتم نمیشه. 14 سالشه. بلد نیستم نمیتونم. آفرین. وزه چقدر لاغر شده، خوش به حالش. من نمیدونم، فکر میکنم یکی از این دستگاهی هستن که آدمو به زور راه میبرن. یه دونه از اونا برای خونه‌شون لحاظ کرده باشه. خوبه دیگه، دارندگی و برازندگی. آره دیدی همچین عروسم میکنه کسی ندونه فکر کنه دختر شاه پریونه. واه بودم گندش دهانشو تازه عمل کرده این شکلی شده. باید قبل عملشو میدیدی. سوراخ دماغش اینقدر بزرگیده‌شو میدید. وای از این اطفالایی که بعضی از آدما تو زندگیشون لحاظ میکنن. عروس پرمین خانمو دیدی؟ همچین به مادر شوهرش میگه مادر جون. هر کی ندونه فکر میکنه که مادر واقعی خودشه. من که به هیچ کدوم مادر شوهرام نگفتم مادر. میگم عزیزم بفرما غیبت. من یه کاری دارم الان برمیگردم. نه غیبت کردن یعنی چی؟ نمیدونی؟ غیبت کردن یعنی صحبت کردن پشت سر دیگران. در بین انسان ها صحبت کردن پشت سر دوستان، اقوام، آشنایان و همسرانشان مدرسه است و وجود دارد. با اینکه معتقدن غیبت کار بدی است، ولی غیبت برای اعضای بدن خوب است، به خصوص برای خنک شدن و حالا آمدن جگر و کبد تجویز میشه. من غیبت کردن بلد نیستم. میخوای برات دانلودش کنم؟ هنوز مونده تموم شد. مثل خانوما لنگ زور از خواب پا میشن. پس بچه‌شو چیکار می‌کنی؟ هیچی، شوهرش بچه رو میبره مهد کودکی شرکت میذاره. خوشبال خدا شانس. خواهر من آدم باید پیشونی داشته باشه. منم همینو بهش میگم، ولی گوش شنوا خواهر بهش میگم اینقدر به این شوهرت رو نده. پس فردا چجوری میخوای از پسش بر بری؟ گوش نمیکنه. میگم مردا عین بچه میمونن. تو میکنی اونور یه خرابکاری میکنن. منم همیشه همینو میگم. من که نمیذارم بیجان اصلا پاشو بذاره تو آشپزخونه. همچین که پاشو بذاره تو همه چیزو به هم می‌ریزه. خواهر من که اصلا تنهایی نمیره توی آشپزخونه. با اینکه آشپزخونه‌شون مثل اوپن لحاظ شده ها، ولی میگه میترسم برم تو آشپزخونه. شوهرش چجوری میتونه تحملش بکنه؟ من که اصلا نمیتونم تحمل کنم. این آلفا سنتوری هم همینجوره. هی خودشونو واسه مادر شوهرشون روز میکنن. پارسال ما با چند تا از بچه‌های دانشگاهمون رفته بودیم آلفا سنتوری. نمیدونی چه جوری نگاه می‌کردن. انگار ندید بدیدن. البته سوء تفاهم نشه، من خودم همه کشورهای دنیا رو گشتم، تازه دوبارم رفتم خارج. این آلفا سنتوری کجا هست؟ یه کشوریه کوچیک نزدیک سوئد. آفرین خارجی. گفتم که تازه از سوئد اومدن. چقدر خوب. منم میخوام سبزی کنم. ولی پسرم این چاقو خیلی خطرناکه. درست نیست تا بهش دست بزنی. ولی مامان نسن میذاره من به چاقو دست بزنم. پسرم میدونم تو خیلی ناراحتی. هر چیز خطرناکی تو رو یاد مادرت میندازه. منم خیلی ناراحتم. درست مثل تو. ولی من که ناراحت نیستم. فهم کن سبزی خورد کنم. تظاهر نکن پسرم. تو کاملا حق داری که از این موضوع افسرده باشی. درست مثل من. افسرده یعنی چی؟ یعنی خیلی ناراحت. با من ناراحت نیستم. منم اولش همجوری فکر میکردم، ولی بعد متوجه شدم که دارم خودم گول میزنم. ولی تو دیگه خودتو گول نزن. خواهش میکنم بگو، قصه‌هاتو به هم بگو پسرم. واقعا بگم بابا؟ آره عزیزم، من پدرتم. بابا من خیلی قصه دارم. تمام دوستان من پلی‌استیشن دارن جز من. همین؟ یعنی هیچ قصه دیگه نداری؟ نه همین چی جوری برام میخری؟ نه خیر. باشه چند قول ده واسه تولدم یه دونه بگیره. هری کوچیکه یه کارت دارم. شب جون ممکنه زحمت این سبزی‌ها رو بکشی؟ بابا شما زحمت اینو بکشی.
دیگه به شوهرت برس. الکی اونجا شاید از مادر شوهر تعریف کن. وای چه مادر، این مادر خودم میمونه. تو اصلا حرفش هم نزنی فرخنده جون. چرا؟ مگه تو چه مشکلی داری؟ خدای نکرده کوری کچلی. اصلا قضیه این نیست. من اینجوری فکر میکنم الان که نصرم داره ازدواج میکنه، اگه منم بخوام همچین کاری بکنم یه ضربه عاطفی دیگه به فربود وارد میشه. چه ضربه عاطفی؟ بچه مادر میخواد. فربود مادر داره. خوبه من اصلا نمیدونم این حرفا رو چرا به تو میزنم. چه ربطی به تو داره؟ من خودم هر کاری که دلم بخواد میکنم. ببینیم فرخنده جون، من حساب کردم 15 سال وقت لازم دارم که بتونم به این افسردگی غلبه کنم. ای وای فرخنده جون، فرخنده، ای خدا بدبخت شدم. تو چقدر نرمی. برای چی این کارا رو میکنی؟ نکن اذیت اینقدر. میشه یه دقیقه اومدم چند ساله. ببخشید دستتون درد نکنه. این برای چیه؟ برای اینه که وقتی پیاز پوست میگیریم اشکمون در نیاد. اشک در اومده که خالی میمونده. حالا سالگرد ازدواج مرحوم خانم جون آقا جون اساسی امروزه؟ بله که امروزه. واسه چی داریم آش درست میکنیم؟ اصلا به نظرم این روزو باید تو تاریخ ثبت کنن. تو تاریخ؟ واسه چی؟ واسه اینکه امروز یکی از بزرگترین مردان تاریخ به زانو در اومد. شوخی نیست که. جدی میفرما؟ بله که جدی میگم. مثلا شوخی میکنم. مرحوم آقا جون یکی از بزرگترین مردان تاریخ که قسم خورده بود که هرگز ازدواج نکنه تو همچین روزی به زانو در میاد. درست مثل ناپلئون بناپارت. چجوری به زانو در اومدن آقا؟ مرحوم آقا جون یه عمه جانی داشتن که خیلی زن با کمالاتی بوده. دمشون گرم آقا، خدا بیامرزتش. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. بله این عمه جان یه روز تصمیم میگیره که آقا جون رو سرسامون بده. آقا جونم چون یه مرد رندی بود هیچی نمیگه، فقط شب عروسی فلنگو میبنده. چقدر با کرامات بودن این آقا جون شما. نور به قبرشون ببره. خدا ایشالله رحمتشون کنه. خدا رفتگان شما رو بیامرزه. وقت آقا جون چه مدتی متواری بودن؟ متاسفانه بدشانسی میاره بیژن جان، بدشانسی. این عمه جان خدا بیامرز از اون زنای بدفیله بود. یعنی به یه چیزی که گیر میداد ول نمیکرد. میگن عمه جان یه چیزی بود تو مایه های همین آبجی فرخنده خدا. بله کاملا آقا جون شما رو درکشون میکنم آقا فرخ. منم درک میکنی؟ بله. اصلا به تو چه ربطی داره؟ آبجی فرخنده من از سرتم زیاده. بله بله آقا. بله مرحوم آقا جون من 3 روز بعد تو اتاق پشتی قهوه خونه یکی از رفیقاش پیداش میکنن، کت بسته تحویل عمه جان میدن. عجب بدشانسی ها. بله آقا رفیق بد بیژن جون، رفیق بد لوش میده. باور میکنی؟ عجب نامردی بود آقا. بعد از اینکه این رفیق نامرد آقا جون لو میدن چطور میشه؟ هیچی دیگه. تا شب جمعه هفته بعد تو اتاق زندونیش میکنن عمه جان. بعد کت بسته مثل گوسفند و قربونی میبرنش پای سفره عقل میشه زده. آقا جون آقا. ببینم برای آقا جونم چیه؟ آها اینه آقا جونم هرگز نمیخواد هرگز دستتون درد نکنه، خیلی اذیت شدید. این بچه عجب موجود جالبیه. شما خودتون به دنیا آوردینش؟ خب معلومه.
دست درد نکنه ناهید خانم. خیلی ممنون، خسته نباشی. بله خیلی زحمت کشیدم. من خیلی خوشحالم که شما همسایه داداشم اینا هستی. منم خوشحالم اینجاییم. چه دختر خانمی داری، هزار ماشاءالله. معلومه که سر سفره پدر مادر بزرگ شده. سفره؟ وای ناهید جون، هنوز فارسی درست حسابی جا نیفتاده ها. من منظورم اینه که معلومه که سایه پدر مادر بالا سرش بوده. خیلی خوب تربیت شده. در واقع من اصلا ستاره رو تربیت نکردم. وا، یعنی چی؟ آخه ستاره با ما زندگی نمیکنه. ستاره اون بر سیاره، اون بر سوئد زندگی میکنه. خب حالا نمیخوای یعنی براش آستین بالا بزنی؟ این کار من چه کمکی به ستاره میکنه؟ خب بالاخره هر دختری یه روزی باید ازدواج کنه. ستاره جون قصد ازدواج نداره؟ نمیدونم، ازش نپرسیدم. نایی جون چقدر بامزه. حالا از شوخی گذشته، ستاره جون میخواد شوهر کنه یا نه؟ گفتم که نمیدونم. آخه کدوم مادره که از دل دخترش خبر نداشته باشه؟ من از دل ستاره خبر ندارم. ما اونقدر به هم نزدیک نیستیم. واه. حالا از شوخی گذشته، ستاره قبلا ازدواجی داشته یا نه؟ نمیدونم، فکر نکنم. الان که مطمئنم شوهر نداره. وای خاک عالم. شاید بهتر ازش بپرسم نه؟ والا چه میدونم. خوبه به هم نزدیک ترشی نه؟ والا من میدونی آبجی فرخنده، من اصلا نرمی ستاره رو ندیدم. حتما باید بچه خوشگلی بوده باشه، با 6 تا پای بادکشی و 8 تا چشم درشت خوشگل. میتونستم براش لالایی بخونم، میتونستم قبل خواب بهش غذا بدم، میتونستم اولین کلماتشو خودم براش دانلود کنم. شاید هنوزم دیر نشده باشه. شما چی فکر میکنید آبجی فرخنده؟ والا من نمیدونم. وای من نمیدونم اینا سوئدی هن فضایی هن. این چشم بدجوری داره میسوزد. پیازم سلاح خطرناکیه ها. یادم باشه به کنفدراسیون گزارش بدم. عجیبه این آدم این سلاح خطرناک رو میخورم. وای غیبت کردن نمیدونی چقدر سخته. چونم درد گرفت. چونت درد گرفته؟ بیا سرتو بذار اینجا. چی؟ سرتو بذار اینجا. چرا؟ سرتو بذار اینجا، این یه دستوره. فقط پکت درد نمیکنه ها، چشاتم چپ شده. این به خاطر پیازه، داره میسوزه. من چیزی نیست، میگم ببین این چشه. اومد خوشگلم. خوبی؟ آره خوبم. خب دخترم یکم از خودت واسه مامان بگو. کی؟ دخترم؟ گرسنت نیست؟ نه من گرسنمه ها. شیر برات خیلی خوبه. الان برات شیر میارم. به چه دختری دارم. شیر دنبال خیلی برات خوبه، برای رشدت خوبه. من نگاه کن، برای رشدت خوبه. کمک یکی به من کمک کنه. قربونه دخترم ببین. یکی با کنفدراسیون تماس بگیر. برات خیلی خوبه. تو خسته یه خورده استراحت کن. چه روبرویی هم دادی؟ بله همه کوچه ها رو. کوچه روبرویی، کوچه سمت چپ، کوچه سمت راست، کوچه پشت سر، همه رو. الهی خواهرت به قربونت بره. خدا یه کاسه آش بریز حالا بخور. بله کمال میل. بخور ببین خوشمزه شده. چقدر خوشمزه شده. دست درد نکنه. حالا ببین شام عروسی چی بشه. نگو فرخنده جون. وا
از تیم تحقیقاتی زمین به کنفدراسیون راه شیرین. گزارش 8. به پیوست یک غذای زمینی ارسال می‌گردد. نام این غذا هست آش رشته. به صورت مایع هست با قطعات جامد درونش. آنالیز ترکیباتش برای شما ارسال خواهد شد. مزه‌اش مناسب است، ولی به نسبت وقت و انرژی بسیار زیادی که برایش صرف می شود، تولیدش عملاً خیلی توجیه اقتصادی ندارد. نکته قابل توجه در مسیر تولید آش رشته این است که در طول پروسه تولید به انسانها خوش می گذرد و حال می کنند. در کل به نظر می رسد که آش رشته جدا از جنبه مصارف غذایی، خواص متافیزیکی و مقداری تأثیرات و عوارض جانبی دارد. دختر کی هستی؟ خوشگلی کی هستی؟ برای خوبه باید به هم در حالمون رو نزدیک کنیم. اینجوری نمیشه با مادر دختری. ادامه تحقیق روی آش رشته متعاقباً به شما گزارش خواهد شد. تماس فرد.